محبوب ترین جای دیدنی هر کدوم از استانهای ایران. بریم تو کارش. با استان فارس شروع میکنیم. تخت جمشید، همدان غار علی صدر، اصفهان میدان نقش جهان، قم حرم حضرت معصومه، کردستان دریاچه زریوار، خوزستان سازهای آبی شوشتر، کرمان ارگ بم، کرمانشاه تاقبستان، خراسان جنوبی دره کالجنی طبس، خراسان رضوی حرم امام رضا و خراسان شمالی شهر تاریخی بلقیس، کوهگیلویه و بویراحمد آبشار یاسوج، قزوین قلعه علموت، آذربایجان شرقی روستای کندوان، آذربایجان غربی دریاچه ارومیه، اردبیل پل شیشه‌ای معلق هیر، مازندران کاخ رامسر، گیلان قلعه رودخان و گلستان پارک جنگلی ناهارخوران، سمنان جنگل ابر شاهرود، استان مرکزی غار نخجیر، زنجان گنبد سلطانیه، استان هرمزگان جزیره هرمز، بوشهر خلیج نایبند، استان البرز کاخ مروارید، تهران کاخ گلستان، چهارمحال بختیاری دشت لاله های واژگون، ایلام تنگه کافرین، سیستان و بلوچستان کوههای مریخی چابهار، لرستان آبشار بیشه و استان یزد مسجد جامع یزد.